100 تومن در آوردم توی کمتر از 1-2 ساعت، اونم با چت جی پی تی. حالا چطوری؟ این دوستمون بهم پیام داد، گفت من کار تولید محتوا میخوام. باهاش حرف زدم، گفتم بیزینس تو بهم معرفی کن، که یه لینک گیت هاب بهم داد. روی گیت هاب سرویس های مختلفش اینجا وجود داره، برای هر کدوم هم یه سری تایتل داده با کیورد. بهش گفتم که تو با چت جی پی تی آشنایی داری، میتونی با این راحتی متنایی که میخوای رو تولید کنی ها. گفت که امکانشو دارید خودتون برام انجام بدید و منم برای اینکه به شما یاد بدم گفتم که آره مشکلی نداره. بعد اون رفتم تو چت جی پی تی، بیزینس طرفو بهش توضیح دادم، سرویس های مختلفشو گفتم و بعد یه پرامپت زدم، گفتم آقا من بهت عنوان میدم، کلمه کلیدی میدم، تو دیگه خودت بین 3 جمله تا 6 جمله بهم متن بده. اون متنا هم تخصصی و با لحن رسمی و اداری باشن. گفت که آقا من آماده‌ام و بریم. بعد دیگه اولین عنوان، دومین عنوان، سومین عنوان، همینجوری رفتم تا بذار اسکرول کنم تا 22 تا عنوان مختلف رو بهش دادم. همه این عنوانا رو گذاشتم توی یه سری فایل ورد، مثلا اینجا رو ببین، گذاشتم تو فایل ورد تر و تمیز، براش فرستادم و 500 تومن رو گرفتم. اگه تو هم میخوای چت جی پی تی رو بیشتر